6 ترفند مخفی سامسونگ که نمیدونستی و آخرش از همه جذابتره. ترفند اول: به گوشی دستور بده تا برات انجام بده. کافیه یه بار بگی های بیکسبی یا دکمه کنار گوشیت رو نگه داری. حالا به انگلیسی بهش دستور بده. مثلا میگم اوپن د کامرا، دوربین رو باز میکنه، یا میگم که تیک فوتو و برام عکس هم میگیره. یا میتونید بگید گوشیتون رو خاموش کنه، براتون تماس بگیره یا هر چیز دیگه. ترفند دوم: اگه یه سری عکس و ویدیو دارید که نمیخواید کسی ببینه، میتونید همشو توی یه پوشه قرار بدید و بعد توی گالری آیکون 3 نقطه بالا رو بزنید و گزینه هید آلبوم رو بزنید تا مخفی بشه. ترفند سوم: افزایش صدای گوشی. اول دکمه افزایش صدا رو بزن، بعد 3 نقطه رو بزن، بیا توی تنظیمات و دوباره آیکون 3 نقطه بالا رو بزن. حالا این گزینه رو روشن کن و میتونی که صدا رو زیادتر تنظیم بکنی. یا اگه صفحه قفل گوشیت برات تکراری شده، میتونی جذابترش کنی. بیا توی تنظیمات لاک اسکرین رو انتخاب کن و حالا میتونی که شخصی سازیش بکنی. ترفند پنجم: افزایش کیفیت دوربین موبایل. بیا توی تنظیمات دوربین گزینه ادوانس پیکچر رو بزن و بعد حالت راب رو انتخاب بکن و فعالش بکن. و اگه میخوای که لرزش ویدیوهات رو بگیری، این گزینه رو فعال کن. و اگه میخوای بک‌گراند تماسات رو تغییر بدی یا به صورت ناشناس زنگ بزنی، این ریلز ها رو توی پیجم ببین.